آیا نگران آینده اقتصادی و سیاسی جامعه و فرزندان خود هستید؟ آیا می‌خواهید بدانید که بر سر ایران و منطقه چه خواهد آمد؟ آیا دول خارجی در مبارزه با تروریسمی که تحت حمایت ایران است به ایران حمله خواهند کرد؟ آیا اقتصاد ایران به سمت ورشکستگی می‌رود؟ آیا در ایران چیزی به نام روشنفکری وجود دارد؟ روشنفکر ایرانی چطور فکر می‌کنند؟ آیا فارس‌ها به حقوق بشر اعتقاد دارند و همه مواد حقوق بشر را می‌پذیرند؟ برای پاسخ به این قبیل سوالات و سفر به عمق ذهن افراد، احزاب و جمعیت‌های فارس و غیر فارس و آشنایی با طرز نگرش آنان در رابطه با آنچه که به زندگی کنونی و آینده شما مرتبط است، با برنامه دیالوگ همراه شوید. انصاف علی هدایت در دیالوگ شما را با ایران قرن 21 آشنا می کند. سلام و شب بخیر. با برنامه دیگری از دیالوگ در خدمت شما هستیم. رهبران پانفارس‌ها و پان ایرانیست‌ها ملل سرزمین‌های ترک، ترکمن، عرب، بلوچ، کرد و همچنین ملت فارس را می‌ترسانند که نبادا کاری بکنید که ایران مثل عراق و سوریه و لبنان یا افغانستان بشود و امنیت از بین برود. امنیت و ناامنی دو واژه‌ای است که همه رهبران پانفارس و پان ایرانیست، روشنفکران، احزاب، اساتید حوزه و دانشگاه‌هایشان، رسانه‌ها و مطبوعاتشان چه در حاکمیت و چه در ضدیت با حاکمیت بر آن تأکید می‌کنند. در این صورت است که باید پرسید معنی امنیت در ایران چیست؟ حضور و فعالیت دادگاه‌های انقلاب نشانه احساس ناامنی نیست؟ سخن از خودی و غیر خودی، حضور پررنگ شورای نگهبان، عدم آزادی انتخابات آزاد نشانه ناامنی نیست؟ آیا زنان و دختران ملل ساکن در ایران احساس امنیت می‌کنند؟ آیا انسان‌ها امنیت انتخاب نوع و رنگ پوشش آرایش خودشان را دارند؟ آیا نبودن احزاب و انجیوهای ملل ترک، عرب، ترکمن و بلوچ نشانه ناامنی نیست؟ عدم اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی علامت ناامنی نیست؟ اگر ایران کشوری امن است، چرا با رسمی و آموزش اجباری زبانهای مادری مخالفت می‌کنند؟ آیا اعتیاد و گسترش آن نشانه ناامنی نیست؟ آیا خشکانیدن دریاچه ارومیه ناامنی نیست؟ آیا بیکاری گسترده به معنی امنیت است؟ آیا در ایران امنیت شغلی وجود دارد؟ آیا مردم در خیابان‌ها امنیت اجتماعی را احساس می‌کنند؟ آیا حضور غمکشان در خیابان‌ها نشانه امنیت است؟ آیا ریشه یافتن رشوه‌خواری برای پیشبرد کارهای اداری و حقوقی امنیت حساب می شود؟ آیا خودکشی‌های ده‌ها هزار نفری در هر سال نشانه امنیت در این مملکت است؟ آیا مردم در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی احساس امنیت می کنند که پول‌هایشان دزدیده نشود؟ آیا مردم در رابطه با مبالغ روی چک‌های بانکی احساس امنیت می کنند؟ آیا مردم امنیت دارند تا به همدیگر اعتماد بکنند؟ آیا جوامع در ایران امنیت اخلاقی دارند؟ آیا ایرانیان امنیت روانی، مالی، عاشقانه و خانوادگی در درون کانون خانواده احساس می کنند؟ در صورتی که ملل ساکن در ایران احساس امنیت می کنند، چرا دست دست پناهنده می شوند و دین عوض می کنند؟ آیا علاقمندان به محیط زیست احساس امنیت می کنند؟
آیا علاقمندان به توسعه فکری، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی جوامع ملل ترک، ترکمن، عرب، بلوچ و می توانند در امنیت فعالیت بکنند؟ اگر امنیت وجود دارد چرا نباید افرادی که ترک و ترکمن و بلوچ و عرب و کرد و هستند در زبان فارسی لهجه‌دار هستند و در زبان فارسی لهجه‌دار هستند استخدام نشوند؟ آیا امنیت برای تولید کنندگان فکری، هنری، نوشتاری و در نشر و انتشار و آثار خلاقیت هایشان وجود دارد؟ آیا مردم از دست مأموران پلیس و اطلاعات و بسیج و احساس امنیت می کنند؟ آیا مردم ناعدالتی در دادگاه ها را احساس نمی کنند؟ اگر امنیت موجود است چرا از اجرای حقوق بشر می ترسید؟ آیا مردم و روشنفکران می توانند در محیطی امن اندیشه و دیدگاه ها یا انتقادهایشان را مطرح بکنند؟ آیا فعالان سیاسی دارای امنیت هستند؟ آیا کسانی که میخواهند برای شوراهای شهری و روستایی یا مجلس یا خبرگان یا ریاست جمهوری و دیگر انتخابات ها کاندید بشوند احساس امنیت میکنند؟ آیا مکتشفان و مخترعان امنیت دارند که ابداعاتشان در هنگام ثبت سرقت نشود؟ آیا امنیت غذایی و خوراکی در ایران هست؟ آیا امنیت روانی و دارویی و پزشکی و بیمارستانی وجود دارد؟ آیا در ازدواج امنیت وجود دارد؟ در طلاق چه؟ آیا دول و ملل جهان احساس امنیت می کنند که ایران از تروریسم جهانی حمایت نکند؟ آیا ملل و دول جهان احساس امنیت می کنند که ایران بمب اتم نسازد؟ آیا ملل منطقه احساس می کنند که ایران در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکرده و دست از خونریزی و کشتار انسانها بردارد؟ در این دیالوگ من به اتفاق آقایان دکتر محمد حسین یحیایی اقتصاددان ترک، اسفندیار خلف از جبهه ملی ایران و فارس، جناب فرامرز بختیاری مسئول حزب اتحاد بختیاری لرستان و کارشناس علوم سناسی از دانشگاه بالتیمور آمریکا و جناب ناصر بولیده‌ای رئیس سازمان ملت‌های بدون نمایندگی در سازمان ملل متحد و سخنگوی حزب مردم بلوچستان در خدمت شما خواهیم بود و سعی خواهیم کرد تا در این برنامه و احتمالاً در برنامه‌های بعدی به بخشی از این نوع سوال‌ها پاسخ بیابیم. باز هم به برنامه امشب دیالوگ خوش آمدید و موضوع برنامه ما عبارت است: آیا ملل ساکن در ایران احساس امنیت می‌کنند؟ اجازه بدید سخن رو با آقای جناب اسفندیار خلف آغاز بکنم. جناب خلف، این مسئله که در ایران امنیت هست خیلی مورد مناقشه هست، ولی معنی امنیت و ناامنی در ایران چی هست؟ خدمت شما و همچنین دعوت شدگان آقای یحیایی و دیگران و همچنین به بینندگان تلویزیون شما، جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ادیان بگم مونوتئیسم بهش میگیم، از بدو تأسیسش در قانون اساسیش تا به امروز خودش یکی از عوامل ایجاد بی‌امنیتی در داخل و در منطقه و در جهانه از نظر قانون اساسیش، چه از اون دیدگاه صدور شیعه یا اون جنگ‌های نیابتی و تبعیض‌های مذهبی و اقتصادی و سیاسی که در درون نسبت به اقوام و ملل دیگر ایرانی انجام میده در این 38 سال، نمیتونه امنیتی چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به وجود بیاره. تا زمانی که برنامه‌ای برای گذار از جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، ما به این مشکل دچار خواهیم بود. ولی یکی از اشکالات جامعه ایران بخصوص در این 40 سال اخیر اینه که بدون داشتن یا تعیین کردن رژیم آینده ایران، همونطور که در اوایل صحبتتون دست گذاشتین روش با آیه ها،
من میخوام بگم به عنوان یک جمهوری خواه لاییک غیر متمرکز از نظر اداری این باید روشن بشه. ایران آینده تا اون حق بگم عمل کرده در زمینه استانها، مناطق، اقتصادی، سیاسی، حتی زبانهاشو نتونه انجام بده، ما خواهان بازگشت یک رضا شاه دیگه یا یک جمهوری اسلامی دیگه خواهیم بود و به این خاطر اعتماد مردم ایران یا اقوام و به ملل‌های مختلف جلب نخواهیم کرد برای گذار از این استبداد مذهبی. به این خاطر امنیت داخلی ایران و امنیت منطقه‌ای بستگی داره به گذار از جمهوری اسلامی، به خصوص این اسلام در قدرت سیاسی، چه نوع شیعش، کار ندارم نوع سنیش، ولی به خاطر ترکیب قومی درون ایران این جوابگو مسائل جامعه نه دیروز و نه امروز فردای ایران خواهد بود. من تمام کردم. بسیار ممنونم. شما 2 دقیقه و 22 ثانیه از قسمت اول برای خودتون نگه داشتید برای قسمت دوم یا هر قسمتی که بخواید استفاده بکنید. توضیح بدم که برای هر سوال 5 دقیقه در نظر گرفته میشه، ولی دوستان اگر بخوان جملهشون رو تمام بکنن یه چند ثانیه میتونن دیرتر تموم بکنن، در سری بعد از وقتشون کسر خواهد شد و اگر وقتشون در هر سوالی بمونه برای سوالهای بعدی در نظر گرفته خواهد شد که بتونن توضیح بیشتری بدن. جناب دکتر یحیایی، شما نظرتون چی هستش؟ در ایران امنیت به چه معنی هست و چرا روی این تأکید میشه؟ واقعا در ایران امنیت وجود داره؟ قبل از هر چیز خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و مهمانان برنامه سلام عرض میکنم و همچنین شب خوب براتون. البته روز برای شما، شب برای ما و ایران. ببینید، امنیت یک واژه خیلی مهم است که با انسان شاید از ابتدای تاریخ تا کنون ادامه داشته. انسان وقتی که در معرض خطر قرار بگیرد و یا مورد تهدید قرار بگیرد، امنیتش از بین میره. پس امنیت با انسان از همان ابتدا، روزی که انسان به اصطلاح به زندگی فردی اجتماعی شروع کرده، عجین شده با زندگی انسان در طول تاریخ. انسان‌های اولیه برای امنیت خودشون جاهای ساختن، غارهای ساختن. انسان‌هایی که در طول تاریخ اجتماعی تر شدن، خانواده تشکیل دادن، گروه‌ها، قبیله‌ها و در نهایت تبدیل به جامعه بزرگتری شدن، همواره در رابطه با امنیت حساس بودن. امنیت به اصطلاح با انسان، با زندگی انسان خیلی خیلی نزدیکه. از اون رو چیز مهمی است، یک واژه‌ای است که باید روش وایستاد. سوالی که شما مطرح کردید با اون سوالهای بسیار بسیار مهمی که در ابتدای صحبت در مقدمه بهش پرداختید و سوال کنونیتون در رابطه با امنیت در ایران، ببینید، امنیت در رابطه با جامعه ایران نمیتوان گفت که جامعه ایران، چه ملل ساکن در گستره ایران و یا خود ایران، مردم ایران از امنیت برخوردار نیستند. به این دلیل برخوردار نیستند که رژیم حاکم بر ایران امنیت را در آن می‌داند، در آن می‌بیند که امنیت دیگران و امنیت شهروندان را به خطر بندازد و یا امنیت شهروندان را از آنها چکار کند؟ بستاند. وقتی که انسان در یک جامعه زندگی میکند که در اون جامعه توانایی ابراز نظر را نداشته باشد، ابراز عقیده را نداشته باشد، در اون جامعه این انسان امنیت ندارد. پس بنابراین امنیت در جامعه ایران با همون سوالایی که شما در مقدمه با آیه‌هایی که شما شروع کردید نشان میدهد که در ایران ما امنیت فردی نداریم، امنیت اجتماعی نداریم، در نتیجه امنیت ملی هم نداریم. در جامعه، در فرض کنید که
برای امنیت ملی در آذربایجان من بخوام بپردازم، این است که امنیت ملی در آذربایجان هنگام به دست می آید که ما به هویتمون صاحب بشیم. هویت ما در سرنوشت سیاسیمون به سرنوشت اقتصادیمون بستگی دارد. آیا ما سرنوشت سیاسی خودمون رو در دست خودمون گرفتیم؟ آیا در تعیین حق سرنوشت صاحب این هستیم که بتوانیم تعیین سرنوشت خودمون تعیین بکنیم؟ و یا فرض کن در رابطه با رشد فرهنگیمون اقدام بکنیم، رشد زبانیمون اقدام بکنیم، و یا از نظر بهداشت در امنیت باشیم. همه این مجموعه بالاخره امنیت انسانی است. و چون ما به عنوان یک مردم، یک ملتی که در آذربایجان زندگی میکنیم، از بخشی از اینها محروم هستیم، بنابراین عملا ما از امنیت ملیمون هم محروم هستیم. نه تنها از امنیت فردیمون محروم هستیم، بنابراین از امنیت ملیمون هم محروم هستیم. پس بنابراین برای رسیدن به امنیت انسان باید احساس آرامش بکند، خاطرش از خطرها و از تهدیدها دور باشد. تا روزی که انسان در معرض خطر قرار دارد، در معرض تهدید قرار دارد، آن انسان احساس امنیت نمی کند. ما مهمترین مسئله‌ای که برای ما مطرح است در جامعه ایران، مثل هر گروه‌های قومی دیگر، البته ما ملت ایران هستیم، گروه‌هایی که ایران را تشکیل میدن در واقع مجموعه ملت‌هایی هستند که ایران را تشکیل میدن. هنگامی به آزادی، هنگامی به امنیت خواهند رسید که بتوانند سرنوشت سیاسی خودشون تعیین بکنن. بسیار ممنون. دقیقاً وقت هم تمام شد. من اجازه میخوام، یک فیلم داریم، یه ویدیو داریم از دانشجویان یا فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکترا. من در موردش صحبت نکنم برای اینکه در داخل فیلم کاملا متوجه خواهیم شد که یک آگهی در روزنامه، یکی از روزنامه‌های ایران منتشر میشه و از فوق لیسانس ها و دکتراها برای ظرفشویی در رستوران، کار در رستوران دعوت میشه و در عرض یک هفته 350 نفر مراجعه میکنن برای کار پیدا کردن. اجازه بدید این ویدیو رو ببینیم، بعد من ادامه سوال ها رو مطرح میکنم. یه شیرازی هستم، فارغ التحصیل رشته برق از دانشگاه University of California at San Diego. بنده علی حقیل هستم، دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه شیراز. علیرضا مسندی شیرازی هستم، فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو. سال 2011 از فارغ التحصیل شدم از اون دانشگاه و 4 روز بعدش سوار هواپیما شدم و اومدم ایران که ایشالله خیر و شرم به کشور خودم برسه. سال 2013 1 سال بعد از اینکه دکترامو گرفتم برگشتم ایران. از همون اول متاسفانه به نظر می اومد همه برعکس بسیج شدن که هر طور شده ما رو دوباره پس بفرستن آمریکا. ابتدای این سال تحصیلی اقدامی از سمت دانشگاه شیراز اقدام صورت گرفت به صورت غیر قانونی برای اینکه ما رو تلاش کنن که از دانشگاه اخراج بکنن. امید اینا چی بود؟ که این بود که ما خودمون ول کنیم بریم، به دردسرش نیارزه. واقعا برای ما دردسر، این همه برای ما اعصاب خوردی درست کردن. الان هر ستای ما توی این چند سالی که درس دادیم میانگین ارزشیابی دانشجویی تمام این سالها رو اگر بگیریم هر ستامون بالای 4 هست، در حالی که میانگین استادای بخش 3.2 از 5 هست. بالا انقلابی بودن فقط به شعار نیست، به عمله. وقتی پای منافع شما پیش بیاد و خدمتتون که اصلا حقم یه طرف باشه، شما حقو بپذیرید ولی منافع خودتون رو به زیر پا بذارید. به ما حقوق میدن تا 5 سال، تا 5 سال به اون حقوق میدن، ولی حق نداریم درس بدیم. این خیانت نیست، این خیانت نیست به کشور، خیانت نیست به دانشجو. ما الان داریم حقوق دریافت میکنیم از بیت المال، ولی خودشون اجازه نمیدن که ما هیچ کاری بکنیم.
انگار که جزام داریم و با هیچ دانشجویی نباید کوچکترین ارتباطی حتی داشته باشیم. پشت پرده چه مشکلی دارن با ما؟ وقتی که ارزشیابی دانشجویی میگه که ما باید نمره عالی بگیریم، معیارشون پس چی هست که برای ما آموزشی ضعیف زدن؟ چیزی که داره اتفاق میفته زور و قدرت هست که چون پشتشون به پشت هم گرمه به راحتی انجام میدن. سیستم تو دانشگاه شیراز اون چیزی که کارا رو پیش میبره قدرت، زوره. هر کی زورش بیشتر باشه کارش بیشتر پیش میره. دانشگاه ها هستن که خدمتتون که اصلا پولای میلیاردی میگیرن برای پژوهش، ولی که همه رو صرف منافع شخصی خودشون میکنن و نمیان اونو صرف واقعا پژوهش بکنن. آخرش که نگاه میکنیم نه مسئله آموزشی هست نه مسئله پژوهشیه، مسئله یه چیز دیگه است. مسئله اینه که اینها افرادی که میخوان استخدام کنن در دانشگاه یک سری افراد بله قربانگو میخوان که هر چیزی بهشون بگن چشم قربان. حالا هرچند که اون چیزی که ازشون میخواد قانونی باشه، میخواد قانونی نباشه. و حتی کار به جایی کشید که در یه جلسه کاملا غیر قانونی از شخص بنده خواستن که تو باید بیای امتحان تو ما طراحی بکنیم، سوالای امتحانی تو هم حتی ما تصحیح بکنیم، به خاطر اینکه نمراتت درست نیست و سنت ما رو رعایت نمی‌کنی. منم بهشون گفتم که حق و حقوق خودم رو میدونم چی هست، حق دارم خودم سوال طراحی کنم، خودم تصحیح کنم، زیر بار این درخواست غیرقانونی شما نمیرم و از اون جلسه بلند شدم اومدم بیرون. رؤسای دانشگاه چجوری انتخاب میشن؟ من خیلی رک براتون بگم. رؤسای دانشگاه چجوری انتخاب میشن؟ رئیس ستادهای انتخاباتی مثلا اون شهر یا استان بودن و اون نفری که رئیس جمهوری که پیروز میشه، خب برای اینکه بخواد خوش خدمت در واقع تقدیر بکنه از خوش خدمتی اینها، یه سری پست‌های رو بین اینها چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. قائم مقام حالا قبلی دانشگاه که نگاه میکنه، اخیراً عوض شدن ظاهراً، که نگاه میکنید ایشون رئیس ستاد انتخابات آقای دکتر روحانی بودن تو شیراز. وقتی که اینجوری عمل بشه یعنی چی؟ یعنی دارید به جامعه میگید علم کشکه. ما حتی وقتی که به خود بازرسی وزارت علوم هم شکایت کردیم، تنها صحبتی که ایشون از جمله اولش تا جمله آخرش با ما انجام داد این بود که شما چرا رفتید با خبرگزاری شیرازه و فارس نیوز مصاحبه کردین؟ یعنی یک صحبت کاملا سیاسی. حقیقت تلخ قضیه از نظر من، چیزی که من تجربه کردم این هست که توی دانشگاه این گفتنش خیلی سخته، ولی رک و پوسکنده میگم تو دانشگاه ادای علم تولید کردن رو در میاریم. اساتید خیلی هاشون به دنبال این هستن که اون امتیازهای لازم و شخصا به دست بیارن که بتونن ارتقا پیدا بکنن، حالا به هر طریقی. آمار خودکشی ها رو تو دانشگاه شیراز ببینید، واقعا این دانشگاه باید اینجوری باشه؟ باید خودکشی داخلش باشه؟ دانشجویی که مثلا همش فردا بشه مثل خود همین اساتید به فکر منافع شخصی خودش باشه، به چه درد کشور ما میخوره؟ این فردا چه مشکلی از صنعت کشور ما رو برطرف میکنه؟ بدون رو درواسی باید گفت که هدف از راه اندازی دانشگاه‌ها داخل کشور ما این نبوده که مشکل صنعت ما حل بشه، بتونیم مشکلات جامعه رو حل بکنیم. مشکل ما اینه که ما بله قربانگو تام نبودیم، کارهای غیرقانونی اینها رو در واقع قبول نمی‌کردیم و اعتراض می‌کردیم. به خاطر این اعتراضمون بدو شدیم، به خاطر این اعتراضمون تو لیست سیاه رفتیم. این اقداماتی که حالا انجام میدن فقط در حقیقت یه تلاشای به قول معروف نافرجام انسانی که داره در حقیقت آخر زندگیشو در حقیقت تجربه میکنه. من اگر بخوام میتونم همین فردا صبح نیویورک باشم، ولی هنوز اینجام. من فکر میکنم که آرزوشونه که ما ول کنیم بریم آمریکا، از دستمون راحت بشن، ولی ما این کارو نمیکنیم به خاطر اینکه به فکر منافع شخصی خودمون دیگه الان نیستم. به فکر این هستم که این حق ثابت بشه. و این یه مدال افتخار برای ماست که اگه ما رو از دانشگاه اخراج میکنن، یعنی که ما مثل اینا فکر نمی‌کنیم. متاسفانه برای اینکه اون ویدئویی که قرار بود پخش بکنیم به جاش این رو پخش کردیم، اون رو در سوال بعدی پخش می‌کنیم. جناب بختیاری، اولین بار هست شما رو می‌بینم، خیلی خوشحالم که در برنامه هستید. آیا ترس به مفهوم ناامنی هست و آیا ترس در جامعه ایران
رسوخ کرده در جان دل افراد و انسان ها و احزاب و جمعیت ها یا نه؟ ترس به معنی ناامنی نیست. بله، درود به شما و مهمانان گرامی و مخاطبین شما، به خصوص برادران ترک ما در آذربایجان. این احساس ترس در ایران وقتی که یک حکومت استبدادی حاکم باشه، برای بقای خودش باید که ایجاد ترس و وحشت بکنه در جامعه، به خصوص زمانی که احساس عدم مشروعیت میکنه و میدونه که از طریق خواسته ها و آرای مردم در حکومت ننشسته. در یک کشور کثیرالمله وقتی که یک ملیت خاص حکومت رو در دست بگیره و به صورت تک ملیتی، تک زبانی بخواد حکومت بکنه، نتیجهش اختناق و فساد و عدم امنیت و ترس و عقب ماندگی در جامعه میشه. این اصل کلیه که در رابطه با ایران همواره با نگاهی که به تاریخ داشته باشیم متوجه میشیم و ما برای این که بخوایم خودمون رو نجات بدیم از این ترس و یا از این احساس عدم امنیت، باید که دموکراسی حاکم بشه در ایران و با وجود یک همچین دیکتاتوری مذهبی ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم و برای اینکه به دموکراسی برسیم در ایران، تمام ملیت‌های ساکن ایران اینها باید دارای حقوق خودشون باشن و باید به رسمیت شناخته بشن و شناسایی متقابل صورت بگیره. هویت‌های اینها، زبان‌های اینها، پوشش‌های اینها، مناطق ملی و جغرافی اینها تمام باید که مورد قبول قرار بگیره. اون حالت رسمی و غیر رسمی بودن باید از میان برداشته بشه و ملیت‌ها بتونن در سرنوشت سیاسی خودشون دخیل باشن در تصمیم گیری‌های منطقه‌ای و سراسری در یک سیستم عدم تمرکز و فدرال، بتوانن که مناطق ملی خودشون رو آباد بکنن. بزرگترین مشکلی که الان ما در ایران داریم این شکاف عمیقی است که بین مرکز و پیرامون ایجاد شده به علت اون نگاه و اون نگرش منفی که دولت مرکزی نسبت به ملیت‌های غیر فارس داشته، اجازه نداده که این مناطق توسعه پیدا کنن و هیچ گونه توسعه‌ای چه از نظر بهداشت، چه از نظر ساختمانسازی، جاده، فرهنگ، دانشگاه، بیمارستان، زایشگاه، من خودم در لرستان شاهد بودم، فاقد همه اینها بودیم ما. خب این باعث میشه که یک شکاف عمیق ایجاد بشه در مناطق مرکزی. خب استانهای بهره‌مندی هستن که اونها بودجه های کلانی رو دارن و برای ما بودجه هایی رو اینها تخصیص میدن که خیلی کمتر است از اون مقدار بودجه‌ای که برای اونها گذاشتن. در نتیجه ما رو عقب نگه داشتن و اینها همه باعث میشه که ما خواسته های مطالبات زیادی داشته باشیم و دولت زورمدار هم متوسل به زور میشه که ما رو ساکت نگه داره و مجبوره که با ارعاب و ایجاد نیروهای سرکوبگر ما رو در حالت اختناق و خفقان نگه داره. بسیار ممنونم. شما 35 ثانیه از وقتتون برای سوال بعدیمون. اجازه بدید من دوباره از دوستان خواهش بکنم اون ویدیویی که مربوط به دانشجویان هستش که فوق لیسانس و دکترا هستن و میخوان در رستوران کار بکنن اون رو داشته باشیم.
دوستان ممکنه این ویدیو رو پخش بکنید؟ اوکی. در این ویدیو همونطور که عرض کردم ظاهرا یکی از مستندسازان ایران یک آگهی در روزنامه میده و درخواست میکنه که در یک رستوران به چند تا کارگر فوق لیسانس و دکترا نیاز داره و میخواد اینها رو استخدام بکنه. جالب هستش که میبینیم همون استادایی که در بخش اول دارن در دانشگاه ها استادن و امنیت شغلی ندارن، حتی دولت حاضره بهشون پول بده ولی اینها درس ندن. بسیاری از استادان داریم، دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره فوق لیسانس و دکترا داریم که دنبال کار میگردن ولی ندارن رفتن برای ثبت نام بکنن ظرف بشورن در رستوران. اجازه بدید این ویدیو رو ببینید. محمد شهر کرج ساعت 4 بعد از ظهر اومدم اینجا برای دیدار با دکتر داوود محمدی. آدما دکترا میگیرن کجا میرن؟ پرسون رسیدیم اینجا. دکتر داوود اونجاست؟ داوود بنا در تیغه میکشه اونجاست. دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردن. یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد. ما آموختیم ولی به کسی نتونستیم یاد بدیم. دکتر میگن نگید دیگه، اما داوود بگید خوبه. ارشدم هم توی دانشگاه خوارزمی کرج گرفتم. اینجا رو بچیدم. خوابش بعداً ازم ناراضی نباشه. یا استاد تاریخ داره یه دیوار میسازه. 18 سال داره درس می‌خونه. تازه دارم متوجه میشم که فقط دکتر محمدی نیست که اینطوریه. ببینید من الان دانشجوی دکترا دارم، دانشجوی شریف دارم. ما تازه اومدیم دیدیم خودمون بی سواده ایم اینجا. چطور؟ خب دیگه اینجا دکترای ریاضیات ارشد ریاضیات محض بوده دانشگاه شریف، همینجا دانشجو دانشگاه شریف بوده. اینجا آره اینجا بوده. برای اینکه بدونم عمق ماجرا چقدره یا آگهی استخدام به نیازمندی‌های روزنامه همشهری دادم. به تعدادی آقا و خانم با مدرک فوق لیسانس یا دکترا برای کار در یک رستوران مجلل نیازمندی. برای آگهی تماس گرفتم. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، علوم اقتصادی، گرایش نظری، فوق لیسانس شیمی. برای نوبت هیاهی نزدیک به 300 نفر زنگ زدن با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا. من اگه به مثال به شما بخوام بگم 100 نفر امروز برای استخدام حضوری تشریف آوردن، 50 نفر لیسانس به بالا. فوق لیسانس فیزیولوژی پزشکی دارم. خب چرا معلم نشد؟ معلم من رفتم چیز شدم. رفتم اون موقع امتحان دادم، هم گزینش هم مصاحبه، اینا همه هم قبول شدم. بعد دیدم هی امروز و فردا کردن. خب دیدم ما تو آموزش پرورش به ما نیاز نداره، حتما کار ساختمون به ما نیاز داره که. تو المپیاد کشوری دارم، دو مقام المپیاد کشوری، یه المپیاد جهانی. اینقدر رابطه دارم که بخوان کسایی رو بذارن سر کار که به اون بچه شهرستانی که از کرمانشاه بلند شده با یه کوله پشتی اومده تهران اون کار نخواهد رسید. حد پارتیه رو به ما گفتن باش نرو، یا ما گفتم ما هم دیگه نداشتیم اونو. یعنی رسیدم به جایی که شاید اگه من بهش کار ندم بره کار بدتر از این انجام بده. یعنی شاید بره کار خدماتی انجام بده، خدمات نظافتی بکنه. هر جوری فکر میکنم خیلی سخته. زنگ بزنیم به یکی از اینا بیان برای مصاحبه. حسین کارشناس ارشد علوم سیاسیه. اون یکی از 1 میلیون فارغ التحصیل بیکاریه که حاضر حتی تو رستوران هم کار بکنه. بفرمایید در خدمتتون هستم. یه گپی با هم بزنیم. در رابطه با چی نوشتی پایان نامه تو؟ سازمان همکاری شانگهای. سازمان همکاری شانگهای. سال چند نوشتی؟ حسین کار میخواد. جمعیت کسایی که مثل اون هستن روز به روز افزایش پیدا میکنه. هم چیزی که خالی مونده حالا با کمال شرمندگی ظرفشویی هستش. شما مشکلی ندارید؟ آقا با مدرک فوق لیسانس ظرفشویی؟ ببین فقط شما نیستید. شما بگید ما انجام میدیم. فرض چون به فوق لیسانس و دکترا بله. افراد بالا تحصیل کرده هستن دیگه. بله. انجام بدم. حالا بازم
حاجی شما صدا بدون. شما داریم نیرو میگیریم. اگر فردا پس فردا لطفاً به ما بگین اگه براتون سخته، دست ما رو خالی نذارید. نه مشکلی نیست، اگه مدیریت برخوردش مناسب باشه من مشکلی با کارش ندارم. تعداد دانشگاه‌های ما از چین 1.5 میلیارد نفری بیشتره و تعداد بیکاران ایران 80 میلیون نفری از چین بیشتره. ببین یه چیزی میخوام بهت بگم، نمیدونم واکنش چجوری هستش. به ما یه گروه مستندساز هستیم و داریم در مورد بیکاری تحقیق میکنیم. الانم من و شما داشتیم صحبت میکردیم، بچه‌ها داشتن ضبط میکردن. نگاه کن یه دوربین اونجاست، یه دوربینم اونجاست. بهتر بود که شما قبلا به من اطلاع میدادین، این موضوع رو با هم قبلا هماهنگ میشدیم. این حرف شما هم درسته، ولی خب ما میخواستیم یه کمی واقعی باشه. بریم؟ یه لحظه بعدش میگم که حالا که این کار تموم شد شما میتونید کمک کنید ما جایی مشغول بشیم. رشته‌ت علوم سیاسیه، برای کجاها میشه؟ یعنی وزارت خارجه، وزارت خارجه، صدا سیما، سفارتخونه ها. خب اقدام کردی برای جایی که بری؟ مثلا وزارت خارجه اقدام کردی که بریم؟ بله من آزمونای ورودیشو شرکت کردم، ولی شما خودتون مطلع هستین، خبرنگارید، بهتر میدونین. حالا موفق نشدم که وارد وزارت امور خارجه بشم، مشغول به کار بشم. بله ما که خبرنگاری میدیم، شما میدونید که چرا فقط آزمون نمیشه آدم جایی رفت. این برنامه سینجین هم تموم شد، اما هنوز تلفن ما داره زنگ میخوره. لیسانس آیتی، فوق لیسانس ریاضی کاربردی، فوق لیسانس مهندسی مواد. این همون امنیتیه که در ایران ازش دم زده میشه. جناب بولیدی، آیا مردمی که میترسن و ترسو شده اند که کاری بتونن بکنن و میترسن که نمیدونن که امنیت دارن یا نه، اینها میتونن برای توسعه این جامعه کاری بکنن؟ تشکر و با عرض سلام به شما و همه بینندگان و همچنین مهمانان شما. متاسفانه خوب وضعیت ایران مشخصه، وضعیتی هستش که همه میدونیم ایران تا هنوزم یکی از کشورهای عقب افتاده و جهان سومه. این هم همون دلیلی که دقیقا شما گفتین، مثلا همینه که مردمی که احساس امنیت نکنن، آزادی فردی نکنن، آزادی اجتماعی نکنن و همینطور آزادی‌های دیگری که نمیشه همه رو اسم برد، نمیتونن اساساً به عنوان یک انسان کامل مدرن خودشون رو در این جامعه بین‌المللی و یا در جامعه منطقه‌ای خود در ایران هم جا بزنن. همینطور که نشان داده شد همه این جوانایی که اونجا منتظر کارن، تحصیل کرده هستن، نه اونجا کارگیر میارن و نه خب علاقمند هستن شاید برن جای دیگه. این موضوع اساسی هستش. بخصوص مثلا ما خب به عنوان همونطور که اینجا صحبت شد گروه‌های ملی که در ایران در حاکمیت نیستن و یا حتی مسئله زبانیشون مشکل دارن، مسئله مذهبیشون هم در ایران مشکل دارن، اینا دچار اون کمبود شخصیت بیشتری میشن، چون اساساً یک انسان زمانی شخصیت کاملی پیدا میکنه که بتونه از بچگی به اون بگن که تو به عنوان یک انسان کامل هستی. مثلا در ایران خب مسلماً کسی که متولد میشه این نمیتونه اون مقام بالاترین مقام اون کشورشو داشته باشه، اجرایی و قدرتمندو. مثلا در سوئد هم یک کشور پادشاهیه، ولی خب یک کشور پادشاهی که پادشاهش قدرت نداره، فقط یک چیز سمبولیکه. در ایران مثلا دو تا قدرت بزرگ هستن، یکی ولایت فقیه و یکی ریاست جمهوری. مثلا یک کسی که اولا که آخوند نباشه نمیتونه اون ولایت فقیه باشه و کسی که شیعه اثناعشری نباشه نمیتونه رئیس جمهور باشه. یعنی وقتی کودکی متولد شد مادر اون نمیتونه آرزو بکنه که این بهترین و یا بزرگترین یا قدرتمندترین مردم کشورش باشه. در این شرایط خب مسلماً از ابتدا از تولد دچار مشکل میشه. من خودم مثلا خب یادم وقتی که میرفتم مدرسه فارسی نمیدونستم و تا سالهای سال مشکل داشتم، نمیدونستم معلم چی میگه و اخیراً هم خب در زمان جمهوری اسلامی این مشکلات بیشتر شده، کمتر نشده. یعنی اینی که قبلا خب زمان شاه شاید مثلا اون گزینش بود به شکل متفاوت دیگری، ولی حالا این به یک شکل متفاوت دیگری هستش. این بجز از این که من به زبان مادریم نمیتونم تحصیل بکنم، بعد مثلا مسائل مذهبی را آورده جلو و بیشتر کرده برای مردم و مشکلات مردم رو حادتر و بزرگتر کرده. در این شرایط خب مسلماً مردم در ایران احساس امنیت نمیکنن و میبینیم که در ایران هم از لحاظ تاریخی هیچ موقع نه دولت امنیت داشته، نه مردم امنیت داشته، نه وضعیت اجتماعی سر و سامانی پیدا کرده.
همین چند هفته قبل تظاهرات‌هایی که در ایران شد و این طغیانی که در ایران شد، این مشکلاتی که در ایران به وجود اومد، همه اینا از ناامنیه و این نشون داد که در سرتاسر کشور از بلوچستان تا جای دیگر، من خودم یاده وقتی ما بچه بودیم در دوران راهنمایی بودیم، وقتی انقلاب داشت اتفاق میافتاد، ما هم در بیرون رفتیم، به همین کودکای بلوچی که امروز آمده بودن بیرون تظاهرات میکردن، ما هم تظاهرات میکردیم. ما اون موقع میگفتیم مرگ بر شاه، اینا میگفتن مرگ بر خامنه ای. موضوع اساسی همینه که ولی جانشین مناسبی ما برای مرگ بر شاه پیدا نکردیم. امروز هم امیدواریم که به اون شکل قبلی نباشه، امروز بتونیم جانشین مناسبی برای مرگ بر خامنه ای پیدا بکنیم و همه ملت‌ها در ایران به حاکمیت خودشون برسن و دستیابی به حاکمیت به همونطوری که دوست عزیز من آقای فرامرز بختیار مشخصا در اینجا یادآوری کرده، اینه که همه در ایران دموکراتیک به شکل رپرزنتاتیو خودشون داشته باشن، این نمایندگی خودشون داشته باشن. حالا این حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، خواسته‌های اجتماعی خودشون هر ملتی به شکل متفاوتی تعریف میکنن، ولی خب همه این ملت‌ها باید به دموکراسی معنی دیگه نداره، یعنی همه باید با آزادی فردی، با آزادی جنسی، با آزادی اجتماعی و آزادی‌های فرهنگی هویتی خودشون برسن و قدرت رو طوری رقم بزنن که از همه اونا نمایندگی بکنه، همه اونا احساس امنیت بکنن. امروز مثلا خب شاید مردم یزد یک مسائلی دارن با دولت ایران یا مردم اصفهان مسائلی دارن با دولت مرکزی ایران، ولی اونا در اونجا مثلا مسئله تجزیه طلبی که برخی مطرح میکنن، البته هیچ کسی در تجزیه طلب نیست، شاید گروهی هستن استقلال طلبن، اونا رو مطرح میکنن، مثلا در یزد و یا در اصفهان نیست، چرا مثلا در تبریز و زایدان و سنندج و در منطقه ترکمن و در منطقه لور و در این مناطق باشه؟ دلیلش اینه که اینجا یک سری ناامنی‌های دیگری دولت ایران ایجاد کرده، ناامنی‌های هویتی هستند، یعنی مردمی مثل بلوچ در ایران احساس امنیت هویتی نمی‌کنن. خب مسلماً یک گروه ملی که در یک کشور احساس امنیت هویتی نکنه، سعی میکنه که از اون ناامنی خودشو بیرون بیاره و همینطوری که خب بعضی‌ها برای دوستان ایرانی ما مثال میزنم، ما برای نجات جان خودمون ایران رو ترک کردیم. اگه یک ملتی هم در ایران احساس امنیت نکنه و مسلماً اونم اگر شرایط پیدا نکنن که اونم احساس امنیت هویتی بکنه در ایران، اونم سعی میکنه خودشو از این به اصطلاح مخزنه جدا بکنه. منظور اینه که باید در همه سطوح در ایران، برای همه مردم، برای ماندن در ایران، برای پیدا کردن کار، برای حفظ هویت، برای زندگی مناسب و کاملا اون چیزی که آزادی گفته میشه، چون مهمترین مسئله همیشه آزادیه که برای ما فراموش میکنیم، اون رو مسئله دموکراسی، رو مسئله حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، چیزای دیگه. انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد زندگی بکنه. متشکرم. چند ثانیه دیرتر تموم کردید، از سری بعد ازتون کم میکنم. راحت باشین. متشکرم. میخوام قبل از اینکه سوال بعدی رو از جناب خلف بپرسم، یک ویدیو نشون بدیم از فرودگاه تهران. در روزهای گذشته برف و باران در ایران اومد و باعث شد که مسافران در ناامنی بمونن. در ترکیه، در کشورهای دیگر روزها در فرودگاه موندن بدون هیچ امکانی، بدون غذا و بدون امکاناتی که بتونن اونجا لااقل سر بکنن. حالا این پولها کجا صرف میشه؟ ایران کشوری است که این همه مالیات بر مردم تحمیل میشه، این همه دولت قاچاق میکنه، این همه نفت داره، گاز داره، صادرات داره، این همه استعمار داخلی وجود داره. این پولها کجا صرف میشه که نمیتونن فرودگاه رو برای مردم امن بکنن، یا طیاره ها، هواپیماها سقوط میکنن، ترن ها، قطارها آتیش میگیرن، نمیدونم چه اتفاقاتی که نمیفته و دولت باید انجام بده. اجازه بدید یک فیلم کوتاه ببینیم، سوال رو مطرح میکنم. مسندی شیرازی هست، کم باران هست، ولی در اونجا این اتفاق افتاده. از یه طرف جای خوشحالیه که باران اومده، برف اومده و یه آبی هست، ولی از طرف دیگر برای روزها فرودگاه تعطیل، انسانها چه در اونایی که در فرودگاه هستن چه اونایی که از کشورهای دیگه باید برن اونجا در ناامنی به سر میبرن و این ناامنی حساب میشه به نظر من. حالا آقای خلف باید نظرشون رو بگن، ولی آقای خلف
تخصص شما اقتصاد سیاسی هست اگر اشتباه نکنم، یا اقتصاد جغرافیای سیاسی هست. میخوام بگید که این همه ترس و ناامنی، احساس ترس و احساس ناامنی که در دل افراد، تشکیلات ها، NGO ها، استادان دانشگاه، احزاب و اینا رفته، این همه ناامنی فکری و روانی و مالی چه هزینه های داخلی برای ملت ایجاد کرده؟ یعنی این کشور چه هزینه هایی رو در داخل بابت این ترس و این ناامنی میده؟ این نداشتن امنیت اقتصادی است. در اصل جمهوری اسلامی دارای یک اقتصاد نوع بازاره، یعنی فقط به صورت توزیع خرید اجناس از خارج به توسط بازار اینو توزیع میکنه یا احتکار و ناامنی‌های اقتصادی وجود آورده که این نمیتونه جذب سرمایه کنه و بخصوص در زمینه‌های تولیدی، ایجاد شغل، ارزش اضافی و بتونه اون ثبات رو برای سرمایه‌گذاری دراز مدت تأمین کنه. این و بعد رشد جمعیت، اینا میخواستن به خاطر مسائل سیاسی فرهنگی خودشون جمعیت اضافه بکنن، نسل بعدی بیارن، ولی اینا هیچ وقت فکر نکردن که این افزایش جمعیت کار، شغل و تشکیل خانواده این جزء خصوصیات انسان هاست. اینا در کنار هم قرار بدید. امروز اون بحرانی که جامعه ایران از نظر اجتماعی یا بی‌امنیتی اون تو آیه ها یا آیه هایی که از اول شروع کردین، این یکی از اون آیه های، یعنی نبودن امنیت اقتصادی و شغلی است که دامن ایران گرفته. تا زمانی که این مسئله به صورت کارشناسانه و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران انجام نگیره، این مشکل، این معضل حل نخواهد شد، چه از نظر داخل ایران و چه از نظر منطقه‌ای. اینه که یک سری از کشورها در این 6-7 سال اخیر، کشورهای خلیج، روی همین ناامنیتی اقتصادی توسعه پیدا کردن. قطر، بحرین و کشورهای خلیج امروز اونا نمیخوان این امتیازاتی که به دست آوردن به سادگی از دست بدن، به این خاطره که ایران دارای مشکلات دیگه هست. این که اشکالات در منطقه هم که وجود آورده میخواد به وسیله زور امتیاز بگیره و این نخواهد توانست. این مثال در کنار هم قرار میگیره که امروز فوق لیسانس، دکترا به اون فیلم ویدئویی که نشون دادید یکی از جریانه واقعیت جامعه ایرانی است. از روز اول جمهوری اسلامی تا به امروز اون شکل اقتصادیش نتونسته روشن بکنه چه میخواد. این همه رئیس جمهورها که میان، آیا برنامه اقتصادی دارن قابل اجرا یا یک سری شعارهای انتخاباتی میدن در چارچوب رژیم و در نهایت در خدمت ولایت فقیه قرار میگیرن و عمر این رژیم رو دراز میکنن، یا میاد به مشکلات اصلی اساسی جامعه ایران، حتی بگم به علت نبود دموکراسی نمیگم، حتی اون دیدگاه اقتصادیش، رژیم شاه دموکراسی سیاسی نبود ولی از نظر اقتصادی دارای که برنامه‌ای بود که با این اصلا قابل مقایسه نیست. من مخالف رژیم شاه بودم، خود پدر آقای فرامرز بختیار اینو میفهمه، ولی این رژیم در این چارچوب نیست. معضلش ایجاد تبعیض‌های گوناگونه، شرایط نابسامانی گوناگون به اشکال مختلف، بلوچ، آذری، نمیدونم اهوازی، لور، هر اقوام ملیت‌های مختلف ایران، همه اینا، حتی فارسا، فکر نکنید فارسا امتیازی دارن، این نوع رژیم‌ها بر اقلیت حکومت میکنن. مکیاول اون در 500 سال پیش میگفت، به شهریاران توصیه میکرد که باید بر ترس حکومت کنن، یعنی با ایجاد ترس میتونن حکومت کنن، ولی گفت وای به روزی که این ترس تبدیل به تنفر شود، دیگه نمیشود حکومت کرد. به نظر من ایران در همچین شرایطی قرار گرفته، اون ترس
داره به تنفر و این تظاهرات اخیر شبانه روزی به جوانان تحصیل کرده، آمار میگه وزارت کشور گفته 52% دارای تحصیلات دانشگاهی نیستن. اگه یه آدم سیاسی اینو بخونه یعنی 48% دارای تحصیلات دانشگاهی هستن ها. ببین این یکی از واقعیت‌ها میزنه بیرون که این بیکاری، این تظاهرات آدمایی هستن که تحصیل کردن، جوونن، نسل بعدی هستن، ولی دارای بگم ایجاد شغل و اینا نیستن و این حق طبیعیشونه. و رژیم اسلامی هم دارای برنامه‌ای برای حل این مشکل نداره. این یکی از مشکلاتی که امروز این است که اگه اپوزیسیون روی یک برنامه کارشناسی شده کار نکنه، مثل زمان شاه از یک استبداد یا از یک دیکتاتور نظامی به یک استبداد مذهبی نریم، چون متاسفانه ایرانی‌ها با اون فرهنگ رعیتی و امتی آمادگی از این بدتر شدن داره. اگه کسانی میخوان به خاطر همون آیه هایی که اول شما گفتید به اون دچار نشیم، باید دارای که برنامه سیاسی بود، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قابل اجرا که بتونه ایران آینده در چارچوب یک رژیم غیر متمرکز دموکراتیک، دو پارلمان، اون پارلمان دوم مثل آلمان بگم، اون پارلمان دوم پارلمانی باشه که از انتخابات ایالات و ولایات یا مناطق میاد، نه تنها دارای اختیار سرنوشت سیاسی منطقه خودشو باشن و از طریق پارلمان دوم و انتخابات پارلمان اول در اون قدرت مرکزی هم شرکت داشته باشن، وگرنه میشه تغییر بگم استبدادها یا دیکتاتورهای مختلف. تاریخ ایران آینه تمام نمای دیکتاتورهای مختلف، چه بنیاد شاهنشاهیش و چه زمان صفوی به بعد که یه مقداری هم چیزی بین شاه بود با مذهب شیعه در کنار همون قبله عالم قدرت دست میگرفت. ترکیبی از این دوتا بود، ولی از سال 57 خب دیگه اونم از بین رفت اون ترکیب و ما کلن شدیم یک حکومت مذهبی. بسیار ممنون. شما هنوز حدود 1 دقیقه از وقت قبلیتون رو دارید. من میخوام از دوستان خواهش بکنم، یک فیلم کوتاه دیگری هست از بیکاری و از زنجان و عمق فاجعه و بیکاری رو نشون میده. من به نظرم این یعنی ناامنی. اجازه بدید این رو ببینیم تا دوباره برگردیم از آقای دکتر یحیایی سوال بپرسم. بیکارم، پول ندارم بدم رو نون بخرم خونم. شما بگید من چه گریسترم نریزم. یا بالاخره یه دفعه ما رو بکشن راحت بشیم، یا یه فکر کنم واسه ما قرآن مجید من شهروندگی میکشم، به قرآن حاضرم برم خودکشی کنم به حضرت عباس. بریم اونجا یه بازار هست، ببینیم اونجا دستفروشا معتاد ریختن اونجا، یکی وسایل خونه‌ش آورده میفروشه، یکی الان همراه ما میشیم بریم با هم بریم. بازار یه منطقه‌ای هست که جمعه‌ها جمع میشن، مثلا واسه نون شبش مجبور یکی گوشیشو میفروشه، یکی تلویزیونشو میفروشه، یکی نمیدونم، یکی لباس میفروشه، لباس بچه‌شو آورده اونجا داره میفروشه. ما هم نمی‌خواستیم صحبت کنیم ولی این درد و بیکی گفت شاید اینجوری بشه، مثلا به بهزیستی‌ها میرسن، به دیگه پول داره که دیگه رسیدن نداره. خب ما این وسط له شده ایم، هیچ کی ما رو نمی‌بینه. نه 30 سالمه بیکار، هر جا هم میرم دنبال کار نیست. الان من هر جا رفتم کار نیست، 8 سال دنبال کارم. من الان خودم حدود 120 کیلومتر میرم برای کار، میرم و میام. آقای رئیس جمهور اگه شما با 1 تومن میتونه زندگی کنی، خب ما میتونیم. به چه کاری مشغولی شما؟ پیکان و گراز دارم، با مسابقه شونم خراب روزمون اونجا موندم بیکار. چیکار بکنم؟ من الان 59 سالمه، 8 سال جبهه‌اش رفتم، 3 ماه بسیج رفتم. بیکارم.
پول ندارم بدم برم نون بخرم خونم. شما بگید من چه گلسترم مریضم، اینو مطرح کنین بالاخره اونجا بگین اقلا این بیمه من ردیف بکنم من بازنشسته بشم. جیبای من بیا خالیه همه. اینا جیبای من بیا همه. یا بالاخره یه دفعه ما رو بکشن راحت بشیم، یا یه فکر کنم واسه ما قرآن مجید من شهروندگی میکشم، به قرآن حاضرم برم خودکشی کنم به حضرت عباس. اینو نشون بدین. تو را به مولا علی فقط تو تلویزیونش با این پای معیوبم پلاتینم، مادرزادی پلاتینم، من 10 سال اونجا کار کردم انداختم بیرون. این درد کل مردم زنجانه. ما اینجا الان کار نداریم، کارمونم کشاورزی، زمین ندارم برم کشاورزی کنم. به ولای علی 100 متر زمین داشتم میرفتم مثلا زن بچه‌م میبردم مثلا تو کوه بیابون نگه می‌داشتم. موندم به مرتضی علی به این لگسم موندم به ولای علی الان به داد مردم برسن. واقعا موزل اجتماعی ما الان بیکاری آقا جان، بیکاری است. به خدا داریم بلال میفروشه فوق لیسانس. آقای